دوره جنگ بود. این فکر کردم چقدر خوب میشه که یه پسر جنوبی به یک شکلی از جنگ فرار میکنه، از شمال سر در میاره. این رو برای آقای بیضایی تعریف کردم. گفت توقیف میکنن. گفتم نمیکنن. پیامش صلح، عشق. یه دو آدمی که زبان همدیگر رو نمیفهمن با هم ارتباط قرار میکنن ورای کلام. اون موش سولاخ من چی کنی؟ قطع جایه؟ فضل کن برو خیلی عزیز. برای من مثل برگشت به خونه بود. شالیزار آشنا بود، اون کلبه ها آشنا بودن. زبانیه که من تو کودکی با مادر بزرگم حرف می زدم. میسه نایی باشو. ما فرزندان ایران هستیم. باشو غریبه کوچک نمیتونه یادم بیاد مگر که با یادم بیاد اون چه به سرش اومد. الان دیگه نیتی رو که در باشوه همه تشخیص میدن، ولی من نمیدونم چرا باید یک همچنین نیتی برای همه ما جهنم میشد. شاید باید تحسین کنم کسانی که موفق شدن جهنمی درست کنن زیر پای کسانی که با حسنیت و با عشق یه فیلمی ساختن برای ادای احترام به آوارگان جنگ. چرا این باید برای ما دوزخی میشد من نمیفهمم. به هر حال فیلم 4 سال و نیم توقیف بود و من اگر اتفاقا توی خیابون یک دوستی رو نمیدیدم، رضا براهنی رو نمیدیدم که تصادفاً کتابش تازه از توقیف در اومده بود و اون تصادفاً یک کسی رو نمیشناخت که اون کتاب از توقیف در آورده بود و اون از من تصادفاً نمیپرسید که داری چه میکنی و من تصادفاً نمیگفتم که 3 تا فیلم بعد از انقلابم همه توقیفن و اون کنجکاو این موضوع نمیشد و نمی اومد صحبت نمی کردیم و نمی رفت به اون آقا نمی گفت و اون آقا پادرمیونی نمی کرد که اصلا فیلمو یک بار ببینن بعد از 4 سال و نیم ببینن و فکر کنن این چرا توقیفه خودشون. و اگر این فیلم موقع خودش نشون داده میشد شاید زندگی خیلی عوض میشد یا زندگی خیلی بدتر از اون که بود نمیشد لااقل. وقتی که در اومد دیگه من سالها بود اینجا بودم، شنیدم اینجا. من باشو اولین بار توی یه سینمایی تو استکهلم دیدم. اگر این فیلم اون موقع توقیف نشده بود و به موقع خودش نشون داده میشد تأثیر اجتماعی بسیار زیادی داشت. سوال کجا بود؟ برای اینکه آدمای جنگ زده خیلی بودن تو جامعه. پیتو میگشتم. درک عمومی از به اصطلاح روابط انسانی بین یک آدم معمولی و یک آدم جنگ زده بیشتر میشد، امید میداد. دست بده. اگر حتی نشه باشو غریبه کوچک هم ساخت پس دیگه چه کار میشه کرد؟ من اینا یادم میاد و البته فیلمو خیلی دوست دارم. فیلم همیشه روم تأثیر کرده و همیشه تأثیرش رو روی دیگران دیدم، ولی این هجوم اجازه نداده هیچ وقت اونجوری که باید بتونم خودم رو تفکیک کنم و دقیق و رو راست با فیلم روبروشم، با خود کار روبروشم. نمیدونم.